گلدان خالی. سالها پیش در سرزمین چین پسرکی به نام پینگ زندگی می‌کرد. او به گلها و گیاهان علاقه بسیاری داشت و هرچه می‌کاشت به سرعت می‌رویید و پر از شکوفه می‌شد. انگار که دستش با نیروی جادویی به پرورش گلها و بوته‌ها و درختان میوه می‌پرداخت که به این سرعت و به بهترین شکل می‌رویدند. در این سرزمین زیبا همه گلها را دوست داشتند. آنها در همه جا گل می‌کاشتند. برای همین هوا همیشه پر از عطر دلانگیز گلها بود. امپراتور این سرزمین بهشتی با آنکه پرندگان و جانوران را دوست داشت، اما به گلها بیشتر از هر چیز دیگری علاقه داشت و به همین علت خودش هر روز از باغش مراقبت می‌کرد و به پرورش گلها و گیاهان می‌پرداخت. اما امپراتور خیلی پیر شده بود و سالهای آخر عمرش را سپری می‌کرد. برای همین باید برای خودش جانشینی تعیین می‌کرد تا پس از مرگش با درستی و عدالت بر سرزمین پدرانش فرمانروایی کند. اما چه کسی باید جانشین او می‌شد و او چگونه باید این جانشین را انتخاب می‌کرد؟ امپراتور خیلی درباره این موضوع مهم فکر کرد و سرانجام فکری به ذهنش رسید. حالا که او این همه گلها را دوست داشت، بهتر نبود که بگذارد خود گلها در این باره تصمیم بگیرند و جانشینش را انتخاب کنند؟ روز بعد فرمانی از سوی امپراتور صادر شد. با آن فرمان تمام کودکان آن سرزمین به قصر فراخوانده شدند تا آنجا از طرف امپراتور به آنها تخم گلی داده شود. امپراتور خود در این فرمان تاکید کرده بود کودکی که در مدت 1 سال بیشترین تلاشش را بکند تا تخم گل را به گل تبدیل کند و در پایان آن را به من نشان بدهد، شایسته جانشینی من خواهد بود. این خبر شور و هیجان زیادی در میان اهالی کشور برپا کرد. کودکان از همه جای آن سرزمین به طرف قصر سرازیر شدند تا تخم گلهای خود را دریافت کنند. تمام پدران و مادران آرزو داشتند که فرزندشان به جانشینی امپراتور انتخاب شود. کودکان هم همین آرزو را داشتند. وقتی پینگ تخم گلش را از دست امپراتور گرفت، خود را خوشبخت‌ترین کودک دنیا احساس می‌کرد. او مطمئن بود که زیباترین گل را می‌رویاند. روز بعد پینگ گلدانی را از خاکی خوب پر کرد و با دقت تخم را در آن کاشت. او هر روز به گلدانش آب می‌داد و در انتظار رشد کردن تخم گل لحظه شماری می‌کرد. او برای دیدن گلی زیبا در گلدانش بی‌طاقت بود. روزها یکی پس از دیگری گذشت، اما هیچ نشانه‌ای از رویش گیاه در گلدان او به چشم نخورد. پسرک صبور بسیار نگران و بیقرار شد. او گلدان بزرگتری را با خاکی تازه‌تر و بهتر پر کرد. بعد تخم عجیب را از گلدان قبلی درآورد و آن را به خاک تازه و بهتر گلدان بزرگ منتقل کرد. پسرک 2 ماه دیگر هم انتظار کشید، اما هیچ خبری نشد. کم کم 1 سال گذشت. بهار از راه رسید و کودکان بهترین لباسهای خود را بر تن کردند تا به حضور امپراتور بروند. آنها با این امید که نفر برگزیده خواهند شد، با گلهای زیبا و دلفریبشان شتابان و مشتاق به طرف قصر امپراتور رفتند. اما پینگ کوچولو از گلدان خالیش خجالت می‌کشید.
او ناراحت و غمگین در این فکر بود که حتما کودکان دیگر از اینکه او برای اولین بار نتوانسته گلی برویاند به او میخندند. در همان لحظه یکی از دوستانش که پسرکی باهوش و زرنگ بود، در حالی که گلدانی با گیاهی بسیار بزرگ و عجیب در دست داشت، دوان دوان از کنارش گذشت و در حال دویدن گفت: آهای پینگ، فکر نمی کنم که بی عقلی کنی و با گلدانی خالی پیش امپراتور بیایی. راست بگو ببینم چطور نتوانستی گلی به زیبایی و بزرگی گل من پرورش دهی؟ پینگ با ناراحتی گفت: من همیشه گلهایی هزاران بار بهتر و زیباتر از گل تو رویاندم، فقط این بار این تخم عجیب نرویید. پدر پینگ در آن نزدیکی ها بود و حرفهای پسرش را شنید. به طرف او آمد و گفت: ناراحت نشو، تو بیشترین تلاشت را کرده ای و همین که هدیه‌ای به امپراتور می دهی کافی است. پینگ به حرفهای پدرش گوش داد و گلدان خالی را برداشت و راهی قصر امپراتور شد. امپراتور با دقت و وسواس خاصی یکی یکی به گلها نگاه کرد. واقعاً همه گلها زیبا و دلفریب بودند، اما امپراتور ساکت و در فکر ابرو در هم کشیده بود و هیچ حرفی نمیزد. سرانجام به طرف پینگ به راه افتاد. پسرک از خجالت سرش را به زیر انداخته بود و در انتظار مجازات بود. امپراتور از او پرسید: پسرم بگو ببینم چرا گلدانی خالی برای من آورده ای؟ پینگ در حالی که به گریه افتاده بود گفت: من تخمی را که شما داده بودید کاشتم و هر روز مرتب به آن آب دادم، اما تخم جوانه نزد. من آن را به گلدان خاکی بهتر منتقل کردم ولی باز هم جوانه نزد. 1 سال از آن مراقبت کردم اما خبری نشد. برای همین امروز ناچار شدم با گلدانی خالی و بدون هیچ گلی به اینجا بیایم. این بیشترین تلاشی بود که می توانستم بکنم. با شنیدن این حرف آرام آرام لبخندی بر لبهای امپراتور نشست. دستش را بر شانه‌های لرزان پسرک گذاشت و با صدای بلندی به همه گفت: من او را یافتم. سرانجام تنها کسی که شایسته مقام امپراتوری این سرزمین است یافتم. واقعا نمیدانم شما تخم‌های خود را از کجا به دست آورده اید، اما به خوبی میدانم که تخم‌هایی که به شما داده بودم همه پخته بودند. برای همین محال بود که هیچ کدام از آن تخم‌ها برویند و جوانه بزنند. من شجاعت زیاد و راستگویی پینگ را تحسین می‌کنم. برای همین از امروز همه سرزمینم را به عنوان جایزه‌ای شایسته به او می‌بخشم و او را امپراتور این سرزمین قدیمی و بزرگ می‌کنم تا به درستی و عدالت در آن فرمان بدهد و زندگی ساکنان ساده و آرزومند آن را پر از سعادت و خوشبختی کند.